سلام، چطورین؟ خوبین؟ میخوام در مورد نکاتی که مال سنگ مصنوعی هسته صحبت بکنیم توی این ویدیو. نوع‌های مختلف چیزایی که تا حالا درست کردم براتون گذاشتم، اما خب مثلا روی این فقط میخواستم نوشتن رو امتحان بکنم اینجوری. این یکی از اوناییه که توش تیکه تیکه داشت و میخواستم امتحان بکنم ببینم چه جوری میشه. بعد قالبا، این قالبای بهش میگن سیلیکونی، قالبای سیلیکونی اینها. این قالب مال اینه، برای انار رو درست نکردم. این قالبش رو قطعا بزرگتر، اینم قالباش برگیه. یک سری نکات بهتون بگم تو این ویدیو که ممکنه توی کمتر ویدیویی بهش بر بخورم. نه دوره آموزشی دارم نه هیچی، دلی دارم اینها رو بهتون میگم. اگر زودتر از قالب خارج بکنی ممکنه جاهایی که اینطوری نازک داره بشکنه. پس زمانش تقریبا مطمئن بخوام بهت بگم 4 ساعت بعد از اینکه تو قالب ریختی مواد تو میتونی در بیاری. بعدم وقتی که دست میزنی زیر این قالبا مواد تو که ریختی اصلا یک داغی حس میکنی. خب تقریبا شروع میکنن اونا واکنش دادن و از این جور چیزا فکر کنم. برای همین هر وقت که احساس سردی کردی توی اون قالب، یک سردی گرمی نسبی اون داغی نسبی که داره انگار یه کارایی انجام میشه منظورمه. هر وقت سرد شد به نسبت که تقریبا همون 4 ساعت ایناها میگذره دیگه، مطمئن میتونی برش داری. بعد دیگه سوهان کشی، سوهانای اسمشو یادم رفته، یه کاغذای مثلا انقدیه، یه ورش زبره یه ورش نه نیستش، اونها سنباده، ببخشید آره سنباده است. اینا تکنیک های آبرنگیه برای درست کردن مواد. بچه ها مثلا 100 گرم پودر اندازه گیری که کردید عددتون دقیق باشه. خب 100 گرم پودر که اندازه گیری کردین 30% یعنی انگار 30 گرم آب بهش اضافه میکنین. به ازای هر 100 گرم پودر 30 گرم آب. حالا اگر رنگت خمیریه، خب مثل اون آبه، مثل ماهیت آب براش تقریبا اندازه گیری بکن. مثلا به جای 30 تا آب 28 تا آب چیز کن که قراره تو رنگ خمیریت هم بهش اضافه کنی. رنگ خمیری هم الان نشون میدم. رفتم جبم آوردم، به اینا میگن رنگ خمیری. نکن توش حالت آب روغنه چی این رنگ سفیدشه، این رنگ زردشه، بهش میگن ماشی. حالا من اینو مثلا با قرمز ترکیب میکنم، نارنجی میده. با سفید چند تا رنگ اصلی میگیرم. این چیه؟ این مشکیه. با مشکی قاطی میکنم، خاکستری بهم میده. از این رنگا هم میتونی استفاده بکنی. من اسم بلد نیستم، اینا روی کسی بهم هدیه داده با همین چیز اینجوری بوده، لطف کرده، ولی من هنوز استفاده نکردم ازش. ببینید وقتی که هنوز قالبم سرد نشده بوده، از قالب میخواستم در بیارم، شکسته از وسط. این مواردم در نظر بگیرید. اون فردی که ازش اینا رو خریدم خودش تولید کننده بود. گفت قبل از اینکه هر بار بخوای یک دونه درست بکنی، یک استفاده ازش بکنی و بعد بذاری تو بسته‌اش، توی آب و ریکا بذار که مقدار حبابی که میگیره رو کاهش میده. شما وقتی که میخوای ملاتتو بریزی تو قالب، یکم بالا بگیر، سوزنی مانند بریز پایین، کلوف نریزه پایین. خب بعد رقتش هم دیگه تو ویدیوهای دیگه هست دیگه، من چیزایی که همه جا نشون میدم رو نمیگم. خیلی شلوول هم نباشه، عین ماستم تیکه تیکه نباشه. این میشه همون نسبت 100:30. گاهی وقتا این مقدار دقیقشه که دیگه مثلا خیلی عالیه، تو بهترین حالت هستش. گاهی وقتا دیدی که نه، مثلا بازم یکم نیازه، یه دفعه قرار نیستش که اون 30 تا بشه 40 تا، 30 تا باید بشه 32 تا، باید بشه مثلا نهایت 33 تا. حواست به اینجور چیزا باشه.
میخوام این تکنیک اینجوری شدنه رو، آبرنگی شدنه رو بهت بگم. وقتی داری اینجوری میریزی با یک دونه چوب از این چوبایی که سیخیه میزنی توی رنگ خمیرید یا هر رنگی که درست کردی. این که در حال ریختنه اونو شروع میکنی توی این مایه اینجوری تکون دادن. بعد اصلا خودت میبینی دیگه شبیه آبرنگ میشه. بعد با همون حالت داره میریزه توی ظرفت. مثلا ایناها رو چیز کردم، روی اوپن میذاشتم. بعد میدیدم که این زیر این میچسبید به اوپن. وقتی میخواستم جداش کنم سخت میشد، میذاشتم روی این. یه سینی الکی داشتم همیشه برای این کار، میذاشتم روی اون. قلموام ببین، قلموی من قلموی حرفه‌ای نیستش، الان بهت نشون میدم. از ایناست برای نقاشی کردن این چیزایی که اینجا نوشتم و اینها. این روغنا رو دادن به من که خریدم، یعنی برای قالب‌های تلقی، نه سیلیکونی. قالب سیلیکونی از این روغنا نیاز نداره. من استفاده کردم برای قالب تلقی، اما طبق اون ویدیویی که براتون فرستادم برای قالب تلقی و اینها واقعا پیشنهاد نمی‌کنم. ترجیح میدم که من از سیلیکونی استفاده کنم اما از تلقی استفاده نکنم. من اون زمان که اینو خریدم 94 تومن بود، این یکی 87 تومن بود. الان اصلا نمیدونم قیمتش چقدره. ببین یه نکته دیگه بهت بگم برای حباب آخرشه که میگن حباب بگیرین و اینا. یکی بهت نکته گفتم حباب گیری رو که توی آبریکا بذار قبل از اینکه استفاده کنی. آخرش که درست کردی توش ملاط ریختی، این به خاطر اینکه گرم میشه میچسبه به اون سطحی که روش میذاری. مثلا روی نمیدونم هر سطحی بذاری یکم حالا چسبندگی پیدا میکنه به اون سطح. روی سینی که بذاری این اتفاق نمیافته. تو میتونی سینی رو برداری، سینی رو چند بار بذاری بالا بذاری پایین، سینی رو تکون بدی، راحت‌تر تکون خورده میشه دیگه که اون حباباش بره. من میدونم برای این قالبم 112 گرم لازمه، واسه حدودی. یه بار درست کردم خراب شد، دفعه دوم حالی میشه دیگه، چون اونقدر 100 گرم توی من 5 کیلو پودر گرفته بودم، تو اون دیده نمیشه. برای یه قالب دو قالبت که وزن بکنی دیگه تقریبا چشمی من میفهمم که این قالبم مثلا 100 تا 110 تا برام کافیه دیگه. اون 10 گرم اگر حیفم بشه خیلی اتفاق خاصی نمیفته تو حساب کتابا. برای 100 گرم 30 گرم آب لازمه، برای 110 گرم چند گرم آب لازمه. میذارم تو ماشین حساب، یه تناسب حساب کنم، آبشو اضافه میکنم، شروع میکنم حل کردن. اولش سفته بعد شل میشه خب، ولی اعتماد به نفس تو از دست نده، همینجوری هم بزن. اولش یکم باید تندتر هم بزنی که زودتر به آب بره به اون مولکولای پودرت، یکم سفت میشه اولش. بعد دیگه آروم آرومش کن. تقریبا به یه غلظتی رسیدش که حبابش یکم خوابید، دیگه آماده شد که بریزی توی اون قالبت انجام میدی. ویدیو بعدی یه نقاشی میخوام بکشم روی یکی از این کارا، با من همراه شو.